تدبیر مهم اگرتکنیکی در فصل زمستان این یخامانی میباشد که به ذخیره‌کنی نمی، نصب کردن حشرات و ضرررسانها، هر گونه کسلی‌ها و بلند برداشتن حاصلناکی زمینه میگذارد. از این رو عالمان ساحه کشاورزی توصیه میدهند که در این وضع هرچی بیشتر آبشوی‌کنی زمین‌های کشاونده و آبمانی ذخیروی را پیوسته به راه مانند. با اشتراک نماینده از انستیتوت خاکشناسی و اگروخیمیای اکادمیای علم‌های کشاورزی تاجیکستان، کشاورزان و سهامداران خواجگی‌های دهقانی ناحیه دوستی در جماعت دهات جیلیکل سمینار مشورت صحرایی در موضوع پس نمودن آب‌های زیرزمینی، آبشوی‌کنی و یخامانی زمین‌های شورشده در وضعیت تغییریابی اقلیم برگزار گردید. امسال من باد هوا بسیار خشک آمده، 5-6 ماه است که یگان بارشات نشده ایستاده است. برای این در زمین‌های کشتی محصولات کشاورزی گذرانیده می‌شود. باید ذخیره آب در چقدر 2 متر باید ذخیره شود. برای این حاضر تصمیم گرفتیم که در خواجگی‌ها یخامانی آبشوی‌کنی زمین‌ها بیشتر به راه مانده شود. با مقصد سریع وقت انجام دادن این تدبیر مهم اگرتکنیکی با دستور حکومت جمهوری تاجیکستان برای خواجگیداران تا موسم یخامانی آب پالزی به طور رایگان داده می شود که این دستگیری باعث روبلندی کشاورزان گردیده است. با جلب عالمان انستیتوت خاکشناسی جمهوری تاجیکستان امروز ما سمینار در خواجگی دهقانی تلمن گذرانده ایستادیم. بنابر سبب خوشسالی آمدن در سال 2025 چاره‌های اگرتکنیکی را در اینجا دیده ایستادیم. ما در این خواجگی آبشوی‌کنی زمین‌ها و دادن آب‌های ذخیروی را برای مانده ایستادیم. اینچنین در تمام جماعت‌های شهرک دهات ناحیه دوستی همین توصیه ها داده می شود که در فصل تیر ماه تا بریدن باران ها ما این معرکه را ما باید به انجام رسانیم. موافق دستور سپارش های حکومت جمهوری تاجیکستان برای آبشوی‌کنی و دادن آب‌های ذخیروی در خواجگی‌های دهقانی حق استفاده بری آب رویانده نمی شود. این آب‌ها رایگان می باشد. در رفت چاره‌بینی تاکید شد که در شرایط بی‌بارش و خشک آمدن آب و هوا کشاورزان را می‌باید از راه و اصول‌های معاصر و منفعت بخش کشت و پرورش استفاده کرده به تلفیابی محصولات استحصال شونده راه ندهند. متخصصان یخامانی زمین‌های کشاونده را در این شب و روز به منفعت کار دانسته طی چند روز اخیر با خواجگیداران ناحیه دوستی در همه جماعت‌های دهاتی آن روند این تدبیر را وسعت بخشیده ایستادند. پیش از آن که در زمین‌های شورشده آبشوی‌کنی را برای مانیم، البته باید که خطی زهرکش‌ها را در چقوری لایحه‌ای نه کمتر از 6 متر دو طرفه باید که تازه نماییم. بعد از آن باید که ما چاره‌بینی آبشوی‌کنی زمین‌های شورشده را برای مانیم و ترکیب مکانیکی خاک‌های خواجگی گلخاک سبک میباشند و ما در اینجا با معیار 3.5 هزار متر کوبی دویم شبانه روز هست که آبشوی‌کنی را برای مانده ایستادیم. وقتی که ترکیب مکانیکی خاک و زمین باشد، اگر ما معیار آبشوی‌کنی زمین‌ها را تا 4.5 تا 6 هزار متر کوبی برای میمونیم. دیگر عامل فراوان حاصلی این تازه کردن زهبور و زهکش به موسم نوی کشت و گذراندن شودگاری با صفت زمین محسوب می‌یابد. در ناحیه دوستی تمام دستگاه‌های آبکشی از تعمیر برآورده شده، کانال و دیگر شبکه‌های آبرسان برای تامین آب آماده میباشند. در ناحیه دوستی از طرف اداره دولتی بهداشت زمین آبیاری حکومت جمهوری تاجیکستان یک عدد اکسکواتور تامین کرده شد. ما تمام جوی زهرها را و کانال‌هایی که آب جاری می‌شوند ما علاقه به استفاده دادگیم. در تمام خواجگی‌های دهقانی آب تامین هستند. عین زمان در خواجگی‌های دهقانی ناحیه برابر خالی گردیدن زمین‌ها از حاصل پخته، خواجگیداران توسط تکنیک‌های تسمه‌شف شودگاری با صفت گذرانده ایستادند. این طرز شودگار با چقوری نه کم از 40 سانتی متر نمی را تامین نموده بهره گرفتن حاصل دلخواه از این قیده‌ها زمینه مساعد فراهم می‌آورد.